اسکیس یا طراحی سریع یکی از بهترین تکنیک ها یا روش های طراحی به صورت کلی و توی طراحی فیگور میتونم بگم که کاربرد بیشتری داره. توی این ویدیو میخوام در مورد این تکنیک صحبت کنم و اینکه چه نکات و ریزه‌کاری هایی برای اجرای این تکنیک وجود داره و ما باید رعایت کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، پیشنهاد میکنم بخش های قبلی 0 تا 100 طراحی فیگور رو که داخل همین کانال هست و لینکشون رو توی قسمت توضیحات قرار میدم حتما ببینید تا اول با اصول طراحی فیگور آشنا بشید و اینکه بتونید تکنیک ها رو از جمله همین تکنیک رو بهتر اجرا کنید. بریم سراغ آموزش این تکنیک جذاب. خب اول در مورد ابزار کار باید بگم که توی این تکنیک به هیچ عنوان از پاکن نباید استفاده کنیم و به همین دلیل بهتره که از خودکار یا راپید برای کار استفاده کنیم. همونطور که میدونید راپید شمارهای مختلف داره که از همه اونها میتونید برای این تکنیک استفاده کنید. من خودم از شماره 12 استفاده میکنم به خاطر اینکه خطوط نازکتری ایجاد میکنه و نتیجه کارمون جذابتر میشه. اولین کاری که میکنیم فیگورمون رو، یعنی چهارچوب کلی فیگور رو، محل قرارگیریش رو داخل کادر و اون شکل کلیش رو با خطوط کمرنگ و با فشار کم دست به همین صورتی که میبینید اینجا مشخص میکنیم. و بعد از اینکه از فرم کلی اون مطمئن شدیم و جای قرارگیریش رو داخل کادر در واقع تنظیم کردیم و دیدیم که درسته، حالا برمیگردیم و دوباره با یک سری خطوط و البته این بار با فشار دست بیشتر روی فرم فیگورمون، حالا فرم موها، شکل کلی صورت و لباس و حالا هر چی که هست کار میکنیم. نکته مهمی که وجود داره کلاً توی این تکنیک این هست که بهتر ما حتی الامکان ابزارمون رو از روی کاغذ بر نداریم. یعنی از جایی که شروع میکنیم به خط کشیدن بهتره که ما این خطوط رو به صورت ممتد و ادامه دار طراحی کنیم و کمتر دستمون رو از روی کاغذ برداریم. این باعث میشه که تنوع خطوطمون خیلی بیشتر بشه و ترسمون موقع در واقع موقع انجام این تکنیک کمتر بشه. راستی این نکته هم فراموش کردم بگم، این که از انواع کاغذها و مقواها برای انجام این تکنیک میتونید استفاده کنید. شما این کاغذی که من دارم روی اون طراحی میکنم کاغذ پارس هست که یک کاغذ خیلی مناسب هست برای انواع تکنیک های طراحی. نکته مهم دیگه اینه که جاهایی که توی فیگور یا طرح اصلیمون سایه هست و یا تیرگی وجود داره، ما برای اینکه بتونیم اون قسمت ها رو نشون بدیم، اون تیرگی ها رو مکس میکنیم و با فشردگی خطوط اون قسمت های سایه دار و تیره رو نشون میدیم، مثل همین قسمت موها و در واقع جایی که چروک پارچه هست و هر جایی که تیرگی وجود داره توی طرحمون ما به این صورت باید کار کنیم. فقط باید دقت کنیم که خطوط تنوع داشته باشن و فشردگی خطوط بیش از حد نباشه که اینجوری اصطلاحاً کار خفه میشه و اون حالت جذابش رو از دست میده. با همین روش بقیه جاهای طرحمون رو هم کامل میکنیم و اگر جایی احساس میکنیم که توی طرح اولیه ایرادی ایجاد شده و خوب طراحی نشده، مثل همین قسمت کیف، ما میتونیم طراحیش رو حین کار که داریم تکمیل میکنیم طراحیش رو هم اصلاح کنیم و همونطور که میبینید اصلا من از پاکن استفاده نمی کنم و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. تنها چیزی که هست کار رو با فشار کم دست و با خطوط نازک و ضعیف شروع کردم و در ادامه با خطوط قوی تر طرحم رو کامل میکنم و اصلاح میکنم. در مورد اهمیت خطوط و ارزش‌های خطی توی طراحی من این ویدیو جداگانه دارم داخل کانال که این خیلی مهمه، ویدئوی خیلی مهمی هست و کاربردیه توی همه تکنیک‌های طراحی و پیشنهاد می‌کنم که حتما اون ویدیو رو ببینید. هر موقع که احساس کردید حین طراحی جایی از طرح هست که شما در واقع نیاز دارید که بیشتر روی اون مکس کنید تا فرم اصلیش رو بتونید در بیارید، اشکال نداره، باید سرعت کار رو فقط بیاریم پایین ولی ادامه بدید خط زدن رو، یعنی متوقف نکنید، فقط سرعت کارتون رو بیاریم پایین تا بتونید فرم درست اون قسمت رو در واقع پیدا کنید و کارتون رو ادامه بدید.
خب نکاتی که گفتم خیلی مهمن. موقع اجرای این تکنیک حتما همشو در نظر داشته باشید و بارها با مرور همه این نکات فیگورهای مختلف رو طراحی کنید، چون فقط در همین صورت هست که میتونید تسلط پیدا کنید به تکنیک‌های مختلف. اینم بگم که اسکیز کلاً تکنیکی هست که برای در واقع سوژه‌های موقتی ما بیشتر استفاده میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا شما یک فیگور زنده‌ای هست که اون حالتش براتون جالبه و میخواین طرح سریع بزنید و بعداً کاملش کنید. شما میتونید خیلی سریع با این تکنیک چارچوب فیگورتون رو مشخص کنید یا هر سوژه دیگه‌ای که هست و بعد بتونید سر فرصت اون رو کامل ترش کنید. پس شما از این تکنیک برای هر سوژه‌ای میتونید استفاده کنید، برای طراحی هر سوژه‌ای که مد نظرتونه، از جمله همین فیگور، طراحی پورتره، طراحی منظره، گل، پرنده و هر چیزی که دوست دارید و علاقه دارید رو میتونید با این تکنیک کار کنید. چند تا ویدئوی دیگه هم داخل کانال هست که اونها با همین تکنیک و البته با موضوعهای مختلف کار شده. اگه دوست داشته باشید میتونید اونها رو هم ببینید، لینکشون رو داخل قسمت توضیحات قرار میدم. بچه باز میخوام پیشنهاد کنم حتما قسمت‌های قبلی این آموزش‌ها، یعنی 0 تا 100 طراحی فیگور رو ببینید که داخل کانال هست، چون هم برای تهیه این مجموعه خیلی زحمت کشیده شده و مطمئنم که اگر علاقه‌مند باشید به طراحی فیگور و اینکه بتونید حرفه‌ای کار کنید، این مجموعه کاملا براتون کاربردیه و از مبانی طراحی فیگور شروع شده تا تکنیک‌های مختلف. حتما همه قسمت‌ها رو ببینید سر فرصت و سعی کنید که همراه با این آموزش‌ها خودتون هم تمرین کنید و فیگورهای مختلف رو کار کنید تا بتونید تسلط پیدا کنید روی همه این تکنیک‌ها. اگه نکته مبهم یا سوالی دارید تو قسمت کامنت ها بنویسید برام و خوشحال میشم که نظراتتون رو هم کلاً بدونم در مورد ویدیوها تا بتونم از اونها برای بهتر کردن کیفیت آموزش ها استفاده کنم. اگه از این آموزش خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک کنید تا هم از کانال حمایت کرده باشید و هم افراد بیشتری بتونن از این آموزش استفاده کنن. دکمه سابسکرایب و علامت زنگوله کنارش رو هم اگه بزنید میتونید به موقع از زمان انتشار ویدیوهای جدید با خبر بشید. خدا نگهدارتون.